السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، انشاءالله که مقصد و هدف و نیت ما اصلاح جامعه است، راهنمای جامعه است. درست نیست که ما ساکت باشیم. این فاجعه که واقعا یک فاجعه علم‌آور، دردآور، نه فقط برای خانواده همون طفلک، برای همه خانواده ملت ما، امت ما، این مصیبت و فاجعه بود که انسان نمیتواند مقابل این ساکت باشد. بنابراین امروزه صحبت ما یک چند عبرت ها از همین حادثه، شخصا بنده خودم از همین حادثه چه عبرت ها گرفتم، بیایید همراه صحبت کنیم. برادران عزیز، اولین چیزی که شخصا خودم بنده از همین حادثه برای خودم گرفتم این بود که مصیبت ما و شما را خواه نخواه متحد می سازد. برادران عزیز، الحمدلله دیدیم که این حادثه چگونه در سراسر کشورها پهن گشت و متاسفانه بودن نفرهایی که در زیر همین نوارها وقتی بنده بار اول صحبت کرده بودم تحقیر میکنن، دشنام میدهند. برادران عزیز، دوستان عزیز، ما و شما باید متحد شویم، نه اینکه یک مصیبت وزنین بالای سر ملت ما و شما بیاید ما بازم تفریقه کنیم، بازم همدیگر رو توهین کنیم. نمیزیبد. برادران عزیز، ما باید متحد شویم. در هر کجایی که مسلمان است، تاجیک است، ما باید کتف همدیگر رو گیریم، دست همدیگر رو گیریم، متحد شویم. همیشه قوت در متحدی ما و شما است، در وحدت است. برادران عزیز، یک برادر برآمده است با زبان انگلیسی صحبت کرده است، قضیه مشکلی رو برای پهن کردن. یک خواهر برآمده است با زبان ترکی. باور کنید همون نوار رو دیدم، من خوشحال شدم. اما وقتی کامنتاری رو میبینیم، میخونیم، یک چند نفرها در زیر شرح همون نوار توهین، تو چیکار کردی نمیدونم. الحمدلله چقدر مردمی مثال ازبکستان، مردم های ایران زمین، مردم از افغانستان، از تمام کشورها همدردی بیان کردن. خوب است. الحمدلله ما توانستیم که همون جنایتی که قومگرایی، یک بسیار تروریسمی که شد، ما توانستیم روی سیاهی همون رو بیان کنیم برای مردم تمام کشورها. این برعکس باعث خرسنده است. یک کارهایی که تلویزیون ها کردن نتوانستند، اما الحمدلله ما توانستیم. بنابراین نباید ما گمان بد کنیم، در حال نباید ما برعکس ما ترغیب و تشویق کنیم که با تمام زبانهایی که عمومی جهانی است و در کشورها نفرهای زیاد با اون حرف میزنند و گپ میزنند، با همونها ترجمه کرده شود و در مجله و روزنامه هایی که عمومی جهانی است بگذار برای بیان شود. ما قضیه خود را به تمام جهان باید پهن کنیم. هر کجای میبینید 4 تاجیک جمع شده است، بین همدیگر اختلاف، نه، اختلاف را یکسو گذاریم. برادران عزیز، متحد. الله تعالی میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دین ما و شما تعلیم میدهد، قرآن ما و شما، کتاب مقدس ما و شما تعلیم میدهد. میگوید شما برای اسمان الله تعالی چنگ بزنید متحدانه، ولا تفرقوا، هرگز تفریقه جداگی نکنید. بنابراین یکمین عبرتی که شخصا من برای خودم گرفتم، بله مصیبت وزنین است، اما می شود که همین مصیبت را ما چیکار کنیم؟ برای خود همچون یک شعله گیریم و متحد شویم. باز یک عبرت دیگری که از همین حادثه شخصا خودم آموختم این بود که ما و شما باید علم آموزیم. برادران عزیز، وابستگی از کدام کشور نباشد، وابستگی این چیزی مشکل است. انسان حتی یک شخص از یک شخص دیگر وابستگی داشته باشد، برای همون انسانی که وابستگی دارد خیلی دشوار و خیلی مشکل است. ما اگر خواهیم که از وابستگی یک کشور براییم، باید علم آموزیم، زبان ها آموزیم، هر چیزی که هست. برادران عزیز، وقتی حتی خواهیم که از همون تفریقه و جداگی و اختلاف دور شویم، ما باید چیکار کنیم؟ علم آموزیم. برای چی؟ شخصی که علم آموزد، نابسته از کدام ساحه باشد، مفکوره او،
عقیده او، طرز فکرانی او، همه جهت مدنیت او بلند می شود و همیشه وقتی یک نفر را گوش می کند و بهادی و دیگرگون می شود، دیگر خیل می شود. برای همین به هر یک حادثه وقتی بها دادن می خواهد، انسانی که علم دارد، صاحب علم است، او دیگر خیل بها می دهد. انسانی که نادان است دیگر خیل بها می دهد. برای همین ما و شما اگر خواهیم که ملت و کشور و امت خود را عزیز گردانیم، باید چیکار کنیم؟ علم آموزیم. بنابراین الله تعالی میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما بر مقابل آنها چقدر میتوانید نیرو و قوه آمادگی ببینید. نیرو و قوه، این قوه چی است؟ هم قوه عسکری، هم قوه سلاح و هم قوه علم. امروز در تمام جهان قوه علم اصلا از آغاز همین حیات علم اولین درجه است. الله تعالی دین مبین ما و شما اولین آیتی که نازل شده است این اقرا بود. بخوان. ما و شما باید بخونیم، علم آموزیم و فرهنگ و علم و معرفت و مدنیت خود رو با طریق علم به علم دیگر خیلی نگاه کنیم. برادران عزیز، جدی، نه فقط که مکتب و دانشگاه و نه، علم محبت کردی، ایمان باید با شوق و هوس و محبت ما چیکار کنیم؟ علم آموزیم و همچنین با نیت عبادت. علم در دین ما و شما، علم آموختن عبادت است. پیامبر ما و شما میگویند که و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع. ببینید حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند که ملائکه ها، فرشته ها بال و پرش را آمده بالای چی؟ بالای طالب علم میگذارند. یعنی همیشه او را حفظ میکنند، نگاه میدارند. رضا بما یصنع، از او راضی شده، خرسند شده، خوشنود شده. برای چی؟ برای اینکه الله تعالی از او خرسند میشه و راضی میشه. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که من اغبرت قدمه فی طلب العلم حرم الله جسده علی النار. هر یک نفری که پای افضالش، کفشهایش، پایهایش در راه طلب علم غبارآلود می شود، تصور کنید پای افضال ما و شما در راه طلب علم غبارآلود وقتی می شود، چنگ می شود، چرکین می شود، الله تعالی جسد همون انسان رو بر آتش دوزخ و جهنم حرام می گرداند. یعنی او جنتی می شود. بنابراین علم آموختن در دین ما و شما عبادت است برادران عزیز. و آخرین چیزی که از همین حادثه شخصا بنده خودم عبرت گرفتم و با همین انشاءالله سخنم را به آخر میرسانم، این است که همین حادثه گرچنده که بازم تاکید میکنیم بسیار بر ملت ما و شما علم آور بود، ولی بازم آشکار کرد که چهره حقیقی تروریست کی است، جنایتکار حقیقی و فاشیست حقیقی کی است و افسانه مسلمان تروریست است و اسلام دین تروریسم است. این افسانه‌ای که شب و روز گوش و چشم و بینی ما و شما رو با همین افسانه پر کردن، این را آشکار کرد. این بجز تهمت بالای سر ما و شما دیگر هیچ است. آیا تا همین روز یگان بار، یگان مراتبه شنیدید که در کشور عزیزی ما و شما یا یگان کشورهای مسلمانی یگان جوان 15 ساله 20 ساله رفت و در روزی روشن یگان نفر را با کارد گرفته به قتل رسونید؟ این کشتاری وحشیانه یا چنین حادثه های وحشیانه را شما دیدید؟ اما چنین حادثه ها سالها و سالها در این کشورهایی که دعوای مدنیت میکنند، دعوای ترقیات و دعوای پیشروی میکنند، هر شب و هر روز دیده میشود. برای چی؟ برای آنکه تعلیمات آنها، تربیت آنها پوچ است، هیچ است. آنها بر نفرت، بناهن بر نفرت تربیت میکنند. اما ما و شما باشیم، دین ما و شما، تعلیمات دین مبین اسلام و تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم همه پر از مهر و محبت و رحمت للعالمین. در قرآن کریم آمده است. الله تعالی میگوید که هر چیزی که هست در همین کائنات
برگ است و درخت است و نباتات است و حیوانات است و انسان و انس و جین است، الا یسبح بحمده، با الله تعالی تسبیح میگوید و زنده. این است دین مبین اسلامی ما و شما. بنابراین ما باید به دینمون فخر کنیم، شکر کنیم که الحمدلله دین ما و شما تعلیمات من مسلمان هستم. شکر میکنم که الله تعالی مرا مسلمان آفرید. اگر در دیگر دین می بودم ملتگرا می شدم. بنابراین هر نفری که امروز متاسفانه دعواهای قومگرایی و ملتگرایی هستند، بعضی نفرهایی که از علم و از معرفت و از دانش حقیقی دور هستند، در جامعه ما هم هستند، همین دعواهای پوچ میخیزند، آنها منبوذ و منفور و رد معرکه شده ایستادند. الحمدلله. این یک چند گفته ها از همین حادثه بود. ما نمیخواهیم که چنین حادثه ها بر ملت عزیزی ما و شما تکرار یابد. الله تعالی این امت و ملت ما و شما را عزیز گرداند و الله تعالی بر مادر قابل جان، آن طفلکی که خونش ناحق ریخته شد، الله تعالی بر مادرش، مادر نازنینش صبر جمیل عطا نماید و الله تعالی اجر بزرگ برایش نصیب کند. ان شاء الله که روز قیامت با سری بلند و شفاعت کننده مادرش میگردد الله تعالی و جایش را البته ما و شما یقینا میدونیم که ان شاء الله باذن الله جنات الفردوس الاعلی است. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.